خب شهر دوشنبه خیابان اسماعیل سامانی آخرش خطا نکنم در وادی ایثار و برفی زیبای زمستانی هم هست. دوستای ما طاهر جان و اکای عبدالعزیز که این دوستان رو در صحیفه ما خوب میشناسید. یه بار نگاه بکنید. وطن دیگر وطن دیگر سال نو مبارک. چی میگن؟ فضای زیبا در همین آستانه سال نو با اومدن اکای عبدالعزیز کوتاه اکای عبدالعزیز سلام و موفق باشید. ما میخوایم مثل کودک ها و مثل نورسا ما البته افسوس دوشنبه را خدا رو شکر زیاد دیدیم، یعنی بیرون از تاجیکستان، ولی چند ماه اخیر افسوس دوشنبه در تاجیکستان زیادن و میگن که با همه پرابلم و مسائل مشکلی های نقلیاتی که داریم در دوشنبه خدا کنه که افسوس دوشنبه مشکل نقلیاتی ما رو حل کنه. یک بار وارد میشیم و خدمت رسانیاش هم برای شما میگیم و خیلی راحت با استفاده از این سیتی کارت ها خوش آمدید. میگه با زبان نوبی تاجیکی هم ما با جای سه مسافر میزنیم سلامت باشین و میریم این دومه بالا. این اتوبوس خالی است. نشون میدیم که دوشنبه هم در برابر مشکلی های تکنیکی که ما گفتیم داریم چقدر پیش رفته است. tak ما اینا خوشم ویدیو رو چند لحظه اونایی که دوشنبه را یاد کردید شاید این خیابانا برای شما نو باشد، این هایی که ساخته شده است و میگردونم شما برای چند مدت دوشنبه را تماشا میکنید و بعد خاموش میکنید. خب رفتیم.